امروز جمعه تاریخ 14/1/1405 برابر با 3 اپریل 2026. امروز باز هم ما شاهد یک برف خوب دقیقا مثل چله زمستان که هیچ جا خالی نمانده، نقطه نقطه از منطقه پر از برف شده. روز جمعه 14 حمل 1405. دیروز دیگه تقریبا 24 ساعت شده که برف باریده. 24 ساعت شده دیگه، از پری رو شروع به 48 ساعت میشه بخی برف باریده و تقص از سانتیش دیگه 30 سانتی برف در نظر ما است. نه کسی یاد نمده ایران سیلاب خیلی خساره رسونده با ما، کشت و کار مردم خونهاشون همه چپه کرده. این خراب کرد، مردم هم گوشنه فقیر انال چکار کنه. یک همی تایید آمده خوب از این فلکتر میشه مگر همه بار کنه. بله کجا بره این؟ حالا چه واسه دادی من سوال کردم که بدین لجه کو ترمز آقا باید جمع کردی.